در تاجیکستان چای کبود را دوست می‌دارند. چای چخیل گفته وقتی میپرسیدم چای فرقش نه پیدا شده بود. و وقتی که چای ریختم بعد آهسته جمع کردم گفتم که چای ریختن چنین نمی‌شود. بیماری‌های روانی دارد. ما پیر شویم بعد نماز می‌خوانیم. یعنی چی ضرورت دارد خودی حاضر؟ یگان بهانه نیست، هیچ چی نیست. فریب. چرا که من از تو پند گیرم، یعنی سوالشان چنین می‌شود. برای دیگران خوبی را خواسته نصیحت کند، خواهد که اصلاح کند، الکی بدبینیشان پیدا می‌شود. دل من پاک باشد بس. سطر و حجاب چی لازم؟ یا اینکه دل من پاک است و نماز برای من چی لازم؟ با جز بهانه پوچ دیگر چیزی دیده نمی‌شود در این چیز، در این گفته‌ها. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، امروز ما سری یک پیاله چای نه بلکه سری قهوه با برادرمان عطاالله نشستیم. خوش آمدید میگم شما را. سلامت باشید. شما هم همچنین خوش آمدید. تشکر. و واقعا هر منطقه ها و هر کشورها یک عنعنه خودشان را دارند. در اروپا مثلا در سویدن مردم قهوه را دوست می‌دارند. در تاجیکستان چای کبود را دوست می‌دارند. در ترکیه باشد چای سیاه را دوست می‌دارند. و این یک عنعنه است که مردم این را خوب قبول دارند. ما نیز امروز دوست داشتیم که کمی قهوه نوشیم و یک صحبتی آزاده با شما داشته باشیم. سلامت باشید. در پیش گفتم در خوجند باز یک نمودی دیگر وقتای آخر چای چخیل گفته وقتی میپرسیدم چای فرقش نه پیدا شده بود. شوخی کرده بچه ها میخواه میگفتن که چای چخیل یا چای لیمون چای یا چای کبود یا چای سیاه چای فرقش نه میگفتن. یعنی اون چخیل باشد چای فرقش نه از کدام نمودی چای باشد؟ چای فرقش نه یعنی که فرقش نه چی گونه که نباشد چای است؟ کبود است، سبز است. من در خاطر دارم وقتی در تلویزیون کار میکردم استاد داشتیم و خردترین بین آنها من بودم. گفتن کنی بچه‌م چای را کش. من در یک چهار بینی بودیم و وقتی که چای ریختم بعد آهسته جمع کردم گفتم که چای ریختن چنین نمی‌شود. چای را باید که کم در پیاله ریزی. این در خوجند بود. اما وقتی که در دوشنبه به همین گونه واقعه باز روی داد، در یک مهمانی بودم وقتی چای می‌ریختم گرفتند و چای مرا پرتافتند. وقتی باز چای ریختم مثل خوجندی گرفتند و اونش را پرتافتند. بعد از اونجا میگن که تو کی چای می‌ریزی؟ کی چای می‌ریزی؟ بله. اما فوکس یعنی عنعنه‌ها مختلف بود در همه منطقه. بله. عطاالله من می‌خواستم درباره همین نماز خواندن. بسیاری از جوان‌های امروزه همسن و سال ما و باز جوان‌تر آنها میگویند که ما پیر شویم بعد نماز میخوانیم. یعنی چی ضرورت دارد خودی حاضر؟ آیا واقعا نماز خواندن در اسلام و در شریعت اسلام سخت ضرور است یا اینکه فقط لا اله الا الله گفتن همین کفایه است برای جنت در آمدن؟ سوال بسیار مهم. برای چی مثال ها پیر شوم میخوانند یا بعضا مثال نصیحت کنید گپ زنید یا مثال صحبت کنید که برادر عزیز بیا نماز خوان و کن گوید از گپ میگریزد. مثال نفری که نماز نمیخواند میگوید که هم میخوانم یا میگوید که همون روزی تقدیر کردگیش بیاد منم میخوانم یا گفته شما یک روز کلان شویم میخوانیم. یعنی که این خودفریبی یعنی که انسان اینه بینید که همین روانی بیماری های روانی دارد. اگر تقسیمات کنیم اگر چخیلی که در قرآن هم آمدگی است انسان وقتی معامله میکنه نماز اصلا معامله با پروردگار با خالقش با الله است.
یخادعون الله و هو خادعهم. آنها گویا الله را فریب داده ایستادند. نه، آنها خودشون را فریب داده ایستادند. یعنی یگان عذر هست برای آنهایی که یکی از مهمترین ارکان اسلام را اجرا نمیکنند، یعنی نماز را برای آنها عذر داده می شود. بیایید خیلی کنیم یک نفری که مثال سوال ایخی گیریم، با یک مثال بیاریم که یک نفر با شما موعد گرفت، گفت که فلان وقت مثال فلان کار میکنم یا من ساعت فلانی من بیام گفت. مثلا وای باید یک ساعت پیش تیاری دیده و ملاقات شما باید بیاید. مثلا شما پیشه که اتفاق کردید که ما وا میخوریم و همین واخوری فایده وای به، نه فایده شما و فایده خودش به. مثلا نمی بیاید همون روز مثال سببش وقتی از سببش برای چی آمده برادر؟ شما اومدید انتظار شدید، اما وقتی که ساعتی که معین کرده بودید انتظار شدید. یکی میگوید که من خوشم نامم یا من خوب کردم. مثال یکم بهانه نیست، هیچ چی نیست، فریب. یعنی شاید نمیدونند که تا چه اندازه این مهم است برای آنهایی که نمیدونند مهمیت ارکان اسلام را. شما همچی برادر چی پند گفتنی هستید؟ انسان‌هایی که نمیدونند اینها باز این خیلی انسان‌های وظیفه ما است. وظیفه ما است که برای آنها فهمانده دهیم. وظیفه ما است که امروز می‌بینید که هر وسیله هست که ما باید با آنها رسانیم. با راه‌های هر نفر میبرد امروز اینترنت به چقدر کانال‌های بینید راه فساد پر میکنه. اما ما و شما وقتی میدونیم لیکن گپ نمیزنیم، نصیحت نمیکنیم، صحبت نمیکنیم، این از یک جهت کوتاهی من و شما است که به همون نفرها کاری خیر یا کاری نیکی نمیرسونیم. وقتی که بسیاری ها میگوید که بیا پندگیر، بسیاری ها میگن چرا که من از تو پند گیرم؟ یعنی سوالشان چنین میشود برای چی تو برای من پند میدی؟ خودم دانا هستم. و این گونه سوال های مردم شما چه خیلی جواب گفته میتوانید؟ اینم اکثر به جوانان تعلق دارد. همون قسمتی سیومش گفتیم که مناسبت با مردم فریب میدهند. فریب به کدام معنا؟ باز همون معنا که مثال داخل نفسش میداند که در داخل نفسش شما فایده وای به گفته ایستاده. یا باز یک مثال دیگر بیاریم، مردم عادتا نفس انسان شخصی خوب را، شخصی صالح را، نکوکار را دوست می‌دارد. اما همون شخصی نکوکار وقتی شخصی خوب گوییم برای دیگران خوبی را خواسته نصیحت کند، خواهد که اصلاح کند، الکی بدبینیشون پیدا میشه. چه خیلی مثال بیاریم، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آنی که پیامبر شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم همه دوست می داشتن. حتی محمد امین گفته لقب مانده بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه ناز میدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد پیامبر شدن، بعدی که دعوت شروع کردن، بعدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند امر شد که تو دعوت کن مردم به کار خیر، به عبادت الله یگانه، به سوی دین اسلام، و نهی از منکر کن. نهی از منکر، اصلاح بین جمع شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم. دیگر مردم دیدید دین آدمی خوب الکی امروز چی شد؟ انسانی منفور شد. دروغگو هم گفتن، جادوگر هم گفتن، تو فلان، تو این، تو شاعر هم گفتن. میداند که همون انسانی چی است؟ خوب است، انسانی نیک است. لیکن وقتی شروع به اصلاح کرد، اصلاح مردم کرد، امر معروف و نهی از منکر کرد، بازداری از کارهای بد شروع شد،
нафрат пайдо шуд. нафси кибру ғурури мардум зиёд шуд ва бухл дар дил пайдо шуд. бале ҳамон буғзу адоват кибру ғурур намонд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳал ҷаррабтум алайя казибан қабл савол додан, гуфтан ки ягон бор ман дурӯғ гуфта будам? Не, гуфтам ма ҷаррабна алайка казиб. Не, ҳаргиз мо дурӯғ аз ту намедем. худошон эътироф карда истоданд. ё ба монанди аллоҳ мегӯяд ки валаин саъалтаҳум ман халақа ас-самавати вал ард лаяқулунна аллоҳ. агар аз онҳо пурсӣ ки замину осмонро ки офарид, мегӯянд ки аллоҳ офарид. лекин вақте мегӯӣ ки туро ки офарид, аллоҳ офарид, замину осмонро ки офарид, аллоҳ, пас ибодат кун, гуфтаҳои ҳамон аллоҳе ки гуфта истоди кун. Не, аллакай кибру ғурури дохилӣ намемонад ки баъд дар инҷо фиреб сар мешавад. чӯ ман аз ту мешунавидаям, чӯ хел будааст, чӯ хел. ё мисол агар ҳамин мавзӯъ кушода шавад, ҳамин тема кушода шавад, оҳиста шумо мисол бо рафтори хуб, бо сухани мулоим насиҳаткунӣ сар кунед, мавзӯи дигар тараф мекашанд. темаи дигар кунем мегӯянд. яъне ки намехоҳанд ки ҳақиқатро шунаванд. инҷо гуфта метавонем ки шайтон низ кори худро мекунад инҷо. яъне ки бар зидди онҳое ки мехоҳанд имон биёранд ва бар зидди онҳое ки суҳбат дар бораи аллоҳу дар бораи расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мешавад, бо ҳар роҳҳо, бо ҳар васила зарарҳои худро мерасонад. оё гуфта метавонем ин гуна суханро ё не? бале, албатта шайтон васваса мекунад ҳар роҳҳои. яке аз донишмандон ибнулқайим раҳматуллоҳи алайҳ талбису иблис бо ном китоб, яъне роҳҳои васвасакунӣ, роҳҳои бероҳакунии шайтон махсус китоб навиштага ҳастанд. лекин боз як нуқтаи муҳима ишора кардани ҳастам ки гуфти гапҳо ҳар кора шайтон ба бало намоне, ба шайтон бори шайтон намоне. ҳамин мумкин дар аввал бо васвасаҳои шайтон инсон чӣ мешавад? бероҳа мешавад. оҳиста оҳиста нафсаш чӣ мешавад? нафсаш ба ҳамон одати бад шишта мемонад, дигар одат мешавад. дигар ҳатто инсонҳое пайдо мешаванд ки вазифаи шайтонро иҷро мекунад. дигар минал ҷиннати ваннас васваса мекунад шайтонҳои инсиву инсониву ҷинни. ҷинниш ҳамон шайтон, иблис, аз оилаи ҷин, инсиш инсонҳои дигар аллакай вазифаи шайтонро иҷро мекунад. имрӯз наъузубиллоҳ телефон вазифаи шайтонро иҷро мекунад, интернет вазифаи шайтонро иҷро мекунад. нафсе ки дар дохили инсон аст бемор шудааст, қалбе ки чӣ қадар бемориҳову гирифтор шудааст. гуфтем ку худфиребдиҳию дигар чизҳо. чуноне ки шумо ишора кардед дар бораи баъди расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам даъватро оғоз карданду даъват ба хубӣ карданду наҳӣ аз мункар карданд, мардум аллакай аз нафси худашон истифода карданду худашонро фиреб доданд. яъне гуфтанд ки соҳир ҳастӣ ё ин ки шоир ҳастӣ ва баъзе дигар суханҳое ки тамоман тааллуқ надорад ба расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам онро гуфтанд. ва имрӯз бубинед акнун ҷомеаи имрӯз ва баъзе аз толибилмон, аҳли илм, аҳли тақво, шояд гӯем хато намекунем, онҳо вақте ки як нафар аз толибилмон мебарояд ва мисли расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам даъват ба некӣ мекунад ва наҳӣ аз мункар мекунад, ба ҳамдигар айбҷӯӣ мекунанд. мегӯянд ки ана инро гӯш накун ва дигарашро гӯш кун. шумо мисли ана ҳамин гуна воқеаҳоро мешнавед, мебинед ё чӣ гуна баҳо медиҳед? бале, имрӯз дар ҷомеа мебинед ки мисол бемориҳои қалбӣ, бемориҳои ба мисли ҳасад, ба мисли нафспарастӣ, худпарастӣ ё
با زبان عربی الاعجاب بالنفس میگوید گویم با خودش سخت نقض میبیند گوید که وای با این نیست من با این نیست اما میبینید که نعوذ بالله مثال چقدر بیماری هایی که گرفتار شدگی هست مقصد از بیماری ها من بسیار بیماری ها میگم یعنی بیماری های معنوی رو در نظر دارم بیماری های اخلاقی مثال اینا گوش آوازو گفتید کن اینا گوش کن اینا گوش نکن ایخی کن میبینید که حتی با عائلش مناسبتی خوب نداره یا حتی همین تقوایی که گفته ایستادیم که تقوی هم تقوی ظاهری است برای همین هر یک انسان به اصلاح نفس خود کوشش کند و کوشش کند وقتی اصلاح نفس خود میکند مردم اصلاحش به کوشش کند بله من گرد و اطرافش عائلش بخشید کفتون بودن یعنی فرزندان خودش اهل عائلش خویش تبارش و هکذا جامعه دیگر جامعه پاکیزه میشه یعنی اینجا باید که دلشان رو از کبر و غرور و از حسد باید که پاک کنند تا که چنانه که شما گفتید این گونه شود و اما اینجا باز یک معمای دیگر هم هست عطاالله چون ببینید که آنهایی که چون مد گفته میپوشند چون مد گفته سطر و حجاب به بر میکنند آنها مثلا همان را از جهتی زمانوی خودشان استفاده میکنند مثلا میانش تنگ است که تمام عضو بدن معلوم میشود تنها سرشان محکم است و آیا ما همین گونه حجاب را حجاب گفته میتوانیم یعنی حجاب تنگ است و سرشان محکم است طوری که شما گفتید البته این همین شکل که در بعضی ها متاسفانه دیده میشود این البته حجاب حسابیده نمیشه حجاب شرعی همچون سطر حسابیده نمیشه برای چی؟ برای اینکه سطر هم نمیکند و شاید گوییم که از چند جهت حسابیده نمیشه یکمش از نیتش خیلی که گفتیم نیتش مثال پیروی به مود است همین طرز لباس مثال از کجای مود شده است پیروی به همون است نیت فرمان الهی الله فرموده است این خیلی نیست تو نیت علاقه ویران دویمش چنانه که معلوم است شرط هایی که اسلام برای سطر برای حجاب گذاشته است آن شرط ها وجود ندارد یک چیز دیگر اکثر از جوان ها همچنین زن ها و بانوان میگویند که دل من پاک باشد بس سطر و حجاب چی لازم یا اینکه دل من پاک است و نماز برای من چی لازم و چگونه باید ما قبول کنیم این گونه گفته های جوانان را اگر دلشان پاک میبود البته که همون آن چیزی که در داخل است در خارج هم دیده می شود همون چیز این هم باز همون خودفریبی است که وقتی صحبت میکنید دل من پاک است یا فلان است یا بیسمدان است مثالی که در اول صحبت گفتیم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکان میگفتند که آخر همون الله یگانه تو را مگر نآفریده است همون الله یگانه مگر به تو رزق نداده است همون الله یگانه به تو فرزند نداده است همون تو را امن و ایمن نگاه نداشته است بله اعتراف میکردم اما در وقت اطاعت سرکشی میکردم گویا باز یک بهانه دیگر که از همین چیز از همین فرمان الهی گریختن به یک طرف دیگر گریختن است بجز بهانه پوچ دیگر چیزی دیده نمیشود در این چیز در این گفته ها یعنی این هم باز همون تسکین دادن با دروغ خود را میشود و ما حاضر نوکک با شما در باره بسیاری کمبودی ها گفته گذاشتیم که در ما و شما در بسیاری هایی که این لحظه ما رو تماشا میکنند همین کمبودی ها دیده میشود اما غیر از این باز جهت های مثبت هم هست بارها من شنیدم که بعضی از
آنهایی که ایمان در دل دارند آنها میگویند که هر چیزی که من خواستم الله تعالی برایم آن را داد و چگونه من شکرگزاری کنم، چگونه من شکرگزاری کنم، حمد گویم الله را که الله تعالی از من راضی باشد. برای آنها چی شما گفتنی دارید و چی برای این گونه سوالاشون چگونه جواب داده می شود؟ یعنی البته خیلی که گفتید انسان باید خوشبین باشد، نیکبین باشد و اینچنین به ضعیفی خود اعتراف کرده باشد. انسان همیشه صدقاً از الله تعالی وقتی میپرسد، الله تعالی همیشه درهای رحمتش وسیع است، مهربان است، درهای رحمتش رو میکشاید و یا اینکه میگویند که اگر یک در رو محکم کند چند درهای دیگر رو برایت میکشاید. یعنی منظور من آن بود که آن جوانها که امروز با تقوا هستند در چند سال پیش در جهالت، در نادانی بودند و امروز که ایمان آوردند و از کمبودی‌های گذشته خود شاید در ذهنشان یاد میکنند و میگویند که من چگونه توبه کنم، من چگونه حمد گویم الله تعالی را که مرا بیامرزد و آیا میامرزد؟ سوال این بود. بله فهمیدم. البته الله این شاید اگر انسان در این بسیار چقدر روی کند به ناامیدی هم برده میرسد. برای همین هرگز ناامید نباید شوند، نباید ناامید شوند و چنانه که آمده است میگویند که خوف و رجا یعنی ترس و امید دو قناتی است که بنده مؤمن با همان پرواز میکند به نزد الله. برای همین همیشه انسان از رحمت الله امیدوار باید باشد. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند الاسلام یجب ما قبله. اسلام وقتی این صحابه ها مسلمان میشدن پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتند که وقتی تو اسلام را قبول کردی اسلام همه گذشته هات رو پاکیزه میگرداند. برای همین مهربان است الله، نباید ما ناامید شویم. و باز یک نقطه رو ذکر میکنم که برای همین خیلی جوان ها آن خیری که شما یافتید، آن راحتی که شما الان احساس میکنید کوشش کنید برای دیگران رسانید. کوشش کنید همون جوان هایی که شما مثال گمراه بودید، چقدر در دلتنگی بودید، چقدر در مثال مشکلات و پرابلم ها داشتید، امروز وقتی به راه الله در آمدید و راحت را حس میکنید و دلگشادی را احساس میکنید، خوشحالی را، سعادتمندی حقیقی را احساس میکنند، همین چیز رو برای دیگران بیان کنند و باشد که صف جوانهایی که اگر با یک تعبیر گوییم خوشبختی، سعادت حقیقی رو میچشند زیاد باشند. امین. تشکر زیاد میگم برای شما برای اشتراک در برنامه ما و اینجا وقتی برنامه امروزه ما به پایان میرسد و امروز در برنامه ما در مهمانی ما عطاالله منانی بودند و من بردباری برای شما و اهل همکاران شما آرزو میکنم تا واقعه های دیگر آن آباد و سربلند باشد. آمین. سلامت باشید شما هم. الله نگهدار.